سلام و عرض ادب برای دوستان چنلمون. امروز اومدم با یه ویدیو جدید که بگیریم 24 ساعت که نمیشه گرفت، ولی میخوام امروز 2 ساعت بگیرم. الان ساعت 3:19 است. بعد ساعت 5:19 5:20 حساب کن. 5:20 چالش ما تمام میشه. چالش چیه؟ چالش اینه که ما قرار امروز هر چی میپوشیم میخوریم استفاده میکنیم همه چیز سیاه بشه. چالش زندگیه. 2 ساعت با رنگ سیاه، فقط با رنگ سیاه. این استایلمونه. یه منو آماده کردم، برم بیارم براتون تو ببینید منو. این تیپ استایل لباسا سیاه واسید، برم اونو بیارم. آقا من دیدم منو کامل نشده، اومدم براتون منو رو خودمون بنویسیم. خب حالا چی بنویسیم؟ یک عدد لباس ها رو بنویسیم. لباس ها یک. خب 2 نهار. این غذا باید چیز باشه دیگه. خب 3 تنقلات. 4 وسیله نقلیه. از اونجا که ماشین ما سیاه نیست، به دوچرخه همون سیاهه، باید به دوچرخه. خب بعد 2 ساعت باید این کارهایی که می نویسیم رو اول 5 کاور موبایل. خب این لیستیه که ما آماده کردیم: لباس ها، نهار، تنقلات، وسیله نقلیه، کاور موبایل. تا اینجا اینا رو آماده کردیم براتون. بله چیزایی که بخوریم این دوستان دیگه نمیدونم چی باید بنویسیم تو زندگی روزمره. بله همه بریم انجامش بدیم. خب این رو ما انجامش دادیم. نوبت میرسه به کاور موبایل. بله به این کاور موبایل رو خط بزنیم. حالا براتون فیلمشو میذارم. خب بریم فیلمونم بگیریم. خب بله آقا هولدر رو میذاریم اینجا، موبایل میره اینجا. بله این کاور موبایلمونه. اینا موبایلمونه با این کاور. اینو میذارم توی این چیز مهمیه. خب بعد این از این موبایل دیگه رنگش نقره یه باید بزنیم توی. بله تمام. از موبایل هم از کاور قبلی رفت. نه از کاور سیاه. آقا دیگه نمیدونم چیمون که سیاه باشه رنگش. آقا دیگه نمیدونم چیمون که رنگش سیاه باشه. چیمون آقا این لیستمونه. حالا این بغل براتون میذارم. بریم برای ادامه ویدیو. همه چیمون سیاه. بله داداشم. خب بله یه چیزی یادم رفت بنویسم، اینم اینه که نوشیدنی باشید. نوشیدنی رو باید اضافه میکردیم. نوشیدنی. خب نوشیدنی ها باید سیاه باشه. خب آقا اومدیم برای ادامه ویدیو. نهار بخوریم. فقط اگر نور کم بود ببخشید، چون این چراغ داشت میافتاد، انعکاس نور داشت، برای همین نتونستم دیگه ادامه فیلم برداری انجام بدم. خب آقا میام برای ادامه ویدیو. حالا نهارمون چیه؟ نهار ما یه چیز
هست دیگه زیادی سیاه نیست، ولی دیگه باید همین رو بخوریمش. خب یه لحظه وایسید اینو کات کنم اون بره بذارم. خب آقا بریم ادامه چالشمون انجام بدیم. ساعت الان 35 دقیقه است. 3 و 35 دقیقه تقریبا یه روبینا گذشته. 16 دقیقه گذشته از زمان شروع چالش. بله من از آیتم غذا آیتم نوشیدن رو اینو حساب نمی کنیم. آیتم نوشیدنی پیش تنقلات میخوام بخرم، یا الان انرژی میخرم، یا نوشابه میخرم، یا یه نوشیدنی تندی که جدید اومدن رو میخرم، یه چیزی میخرم، یعنی حتما میخرم. آقا اینم از نهار ما. من زیادی اهل نوشابه آنجا دوستانه نیستم که پیش غذا بخورم. آب آوردم، آبم توی لیوان سیاه آوردم که دیگه سیاه باشه. آره بینم باشه هولدر. بعد ما بریم غذا رو بخوریم و من از آیتم نهار قرمه سبزی از این سیاه تا پیدا نکردم. یه چیزی بود ولی نداشتیم وسایلش درست کنیم. گردونه نداشتم، رو بدنم کم مونده بود. این بود که اسمش فسنجون بود. بریم برای ادامه فیلم برداری. اینم از وضعیت غذای ما. دیگه زیاد نتونستم بخورم، واقعا ترکیدم. باید بریم حالا چیز اسمش یادم رفت، تنقلات و نوشیدنی بخرم. حالا اینم الان میریم خطش میزنیم بر از. خب آقا اینم از نهار. بریم برای سراغ چالش ها دیگه. بچه ها ادامه ویدیو رو میگیریم. الان ساعت 4:12 است. اگه بزنی زده عصر. ببین فوکوس کن. اگه ببینیم زده عصر. اومدم پایین دیدم که چیز منوی لیست یادم رفت. اومدم بالا برش کنم بازم برگردیم پایین. خب رفتیم لیست رو برداشتیم. الان میگه که نه زمان گذشت و اینجا تو گوش دوم ببینید زمان 2 دقیقه گذشت. رفتیم بالا برای همین 4:14 دقیقه است. خب آقا بریم دیگه من کیف سیاه پیدا نکردم و کیف قهوه‌ای برداشتم. مجبور شدم ببخشید واقعا. الان جمعه است، همه جا تعطیله، فقط سوپرمارکت بازی که میرم تنقلات بگیرم. میگید نه کاورت عوض کردم، نه کاورم همون کاور سیاسی. اینم دیگه سیاه کاور نمیرم بندازم روش. آقا بریم وسیله نقلیه‌ای که آوردیم خط بزنیم، بریم سوار ماشین میگم ماشین سوار چیزی دوچرخه بشیم. ساعت هم چون زود میگذره شاید 4:02. خب بریم آقا. دوچرخه 3 رنگه، هم آبی داره، هم سیاه داره، هم سفید داره. دیگه سیاهش دیگه باید قبولش، چون دسته و صندلیش سیاهه. خب آقا این از دوچرخه ما که رنگش سیاهه. دیگه اینجا سیاهه دیگه قبول کنید این سیاه رنگش. یس میگه بی تو را ببر بشو پیش و داد بزن، میکروفونو چاک بدم و فاک بدم به هرچی از تو آب بزن و بعد باخ باشی فکر رانده بعد بکنم انقلاب پورم یه سیخ بشه تن مرد زنده ها تو غم. ما اومدیم بریم بالا یه کشتی با دوچرخه دور کنیم. ساعت 5 میدیم چیز
سوپرمارکت تا نوشیدنی رو بخریم. بعد نوشیدنی خوردیم ساعت 5:15 میریم کیک رو بخریم. کیک رو خریدیم میایم بولو دیگه چالش بکنیم تمام بشه تا ما کیک رو بخریم. احتمال داره بریم از یه جا دیگه بخریم. اینجا چیزی هست به نام سن میریم اونجا بخریم ببریم دوچرخه رو بولو. خب بریم بولو ادامه ویدیو هم. خب آقا آمدیم برای دوچرخه رونی یک کوچولو تک دستی سخته ولی ما میرونیم. خب آقا بریم برای گرفتن ادامه ویدیو. و بله الان از جلو براتون فیلم میگیرم. بله داداش داریم میریم با دوچرخه نانازی. آقا ساعت 4:30 میبینم اتون یک شلو دوچرخه سواری کنیم. حالا 4 اگر لایک های بایدید اگر لایک های این ویدیو بالای 100 تا باشه براتون 24 2 ساعت نه دیگه 30 رو تموم کنیم. بعد شما گفتم اگر لایک های این ویدیو بالای 100 تا باشه میام براتون 5 ساعت چالش زندگی با رنگ سیاه رو میذارم. حالا رنگ سیاه رو نه هر ساعتی که تو کامنت ها زیادی باشه میشمارم. هر ساعتی که بگی مثلا 24 ساعت 3 ساعت 2 ساعت 4 ساعت 5 ساعت هر ساعتی بنویسید تو کامنت ها اگه زیاد باشه اونقدر میدیم. و هر رنگی تو کامنت ها بیشتر بنویسید با اون رنگ براتون فیلم میگیرم و میذارم دیگه. مجبوریم دیگه داشت اگر هم نباشه باید بریم بخریم. بله یک فلو خیلی سخته آقا خورشید کنم ساعت 5 میبینمتون نه ساعت 4:30 میبینمتون. آقا بریم این دامه ویدیو هنوز یک فلو میمونه ولی اب نداره. نوکه شاجش هم بود. آره داشتم میگم ساعت شده بود نمیدونم چه شد. ساعت 4:42 شده بود. وقتی که بس شد دیگه موبایل دیگه نه همین الان خواهم شد نمیدونم چه شد موبایل. رسید دوشم باشه براتون نشون بدم ساعتون. این یه خوبی که داره ساعتون نشون میده. باید 45 دقیقه است شارژش خیلی 45 دقیقه است. نه ساعت خوب نشون میده. آره ساعت نشون میده. آقا من دیگه از این به بعد رو به چیزه آقا ببخشید که نشد دونکی شارژش تموم شد. 45 دقیقه شده دیگه نمیتونم ساعت نشون بدم براتون. موبایل ندارم 45 دقیقه شده نیم رو رد شد 45 دقیقه شد و اینیم براتون برای چالش و نوشیدنی بخریمش. بعد نوشیدنی بخریدیم میریم برای ادامه ویدیو. ساعت 5 چیزی رو ساعت 5 میریم کیک رو میخریم. ما خواهم یک فلو فاجد داشته باشه. بعد دیگه ادامه چالش اگر چیز نباشه دیگه تمامش میکنیم دیگه. اما بس این نقلیه هم باید چیز شه پاک شه. من براتون هم خطش میزنیم یادم بله باید برم اونجا. خب آقا اینم از این خطش زده مون تنقلات و نوشیدنی. تنقلات اون کیک و بیسمون هر کدومش رو سیاه بود پیدا کردم براتون میخرم. خب اینم از این. بله رسیدیم سوپرمارکت. ببینید سوپرمارکت الان پشتمونه
بله اینجا سوپرمارکت. بعد بریم وسایل بخریم و بیایم باهاتون صحبت کنم و چالش تموم کنم. کیک رو میخوام بزنم تو کیف، یک دور بزنم و بعد بخورم. آره آخرش خب ما رفتیم خریدیم وسایل رو. یه دونه هایپ لایف گرفتم، انرژی لایف. بعد یه دونه نمیدونم چیز کیک میگن چی میگن، کیک خیس اینا گرفتم، سیاهه نمیدونم این خیس ها گرفتم، شکلات خیس ها دیگه. من گفتم آقا نگه داریم همشون یه جا بخریم. و الان ساعت 5 و خیلی کمون برای اتمام چالشمون. بله اتمام چالشمون خیلی کموند، یه موند. بله الان دقیقاً او داداش 5 و 20 دقیقه 5 و 15 دقیقه است. خیلی 5 دقیقه وقت داریم. همه میکنم دیگه بخورم و دیگه این از خیسه. اول اینو از هر کدوم یکی میزنم دیگه. تمام برو تنفرات بودو خیلی کم بود. خیلی کم خیلی تمام. من دیگه اینو خوردم، اینو میل ندارم. من باید بالا میگه اینجا اینو هم خوردم. مرسی اینجا تماشا کردی. الان کردم میدونی خب ممنون که بعدن خونه دارم. خب ببخشید نتونستم حرف بزنم، فکر کردم برای اینجا پارک کنم. بله ممنون که میدونی نگاه کردید. تو بعدن خدا نگهدار. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، از من حمایت کنید که بیشتر ویدیوهای بیشتری در راهه. ممنون تا اینجا ویدیو نگاه کردید. ممنون تا بعدن خدا نگهدار.